خب دوستان نحوه سیم کشیش من بهتون گفتم. آداپتور رو زدیم به برق، سیماش هم که اتصال دادیم و فیش زردم زدیم به ویدیو. اینم تصویر خودمون. سلام و درود، وقت همتون بخیر. اومدیم با یه آموزش جدید، اتصال دوربین آیفون به تلویزیون خونه. تا آخر ویدیو با من همراه باش، لایک کامنت یادت نره تا نحوه سیم کشیشو بهت بگم. بریم بیه. درود مجدد. برای اتصال دوربین آیفون به تلویزیون خونه وسایل مورد نیاز که داریم یا آداپتور 12 ولت، یه دوربین، یک فیش ایوی برای اتصال به تلویزیون. خب اولین کار مثل همیشه من نقشه‌شو بکشم، شما با خیال راحت بدونید. خب اینجا یه آداپتور داریم 12 ولت DC، یه مثبت داره یه منفی. خب ببخشین اگه من نقاشیم بده. این دوربینه که 3 تا سیم داره به رنگ‌های زرد، مشکی، قرمز. خب با تلویزیون با یه دونه فیش ایوی، حالا من میگم نقاشیم خوب نیست، شما این فیش بدونید زرد رنگ. خب برای سیم کشیش یه دوربین 3 تا سیم داره که بذارید من همراه با چیز بهتون نشون بدم. 3 تا سیم داره، زرد، مشکی، قرمز، که زرد مال تصویر، مشکی منفی آداپتوره و قرمز مثبت آداپتور یا مثبت منفی دوربین. خب آداپتور ما اینجا یه مشکی داریم یه سفید داریم. حالا آداپتور رنگهاش متفاوته ولی رنگ مشکی منفیه. خب مثبت منفی زرد. مثبت آداپتور رو میاریم به سیم قرمز رنگ یا به مثبت دوربین و منفی از منفی میریم به منفی دوربین وصل میکنیم و به سیم منفی فیش. سیم منفی فیش من از قبلا جدا کردم. سیم مشکی رنگ منفیه و سیم زرد رنگ همون سیم انتقال تصویر از دوربین به تلویزیونه که ما اینجا 2 تا سیم داریم، مشکی داریم و زرد رنگ، که سیم زرد رو به فیش وصل میکنیم و منفی آداپتور و منفی دوربین رو به سیم مشکی رنگ اتصال میدیم. این کل نقشه‌ایه که برای اتصال به تلویزیون ما نیاز داریم. خب حالا بریم نحوه سیم کشیش من بهتون بگم. یه آداپتور داریم، مشکی منفیه و یه فیش ایوی داریم که ما گفتیم منفی ها رو همه رو به هم اتصال میدیم. خب منفی این بذاریم من سیم من چون این سوکت مال دوربین بوده جدا نمی کنم. خب سیم قرمز رنگ به مثبت آداپتور وصل می کنیم میمونه سیم زرد رنگ و سیم مشکی. خب دوستان سیم زرد رنگ من اینا رو جا میزنم، زرد رنگم به زرد رنگ وصل میکنم به همین راحتی و منفی دوربینم به منفی آداپتور وصل میکنم به همین راحتی اتصالش. حالا بریم تستشو ببینیم. با من بیا تا تستشو الان بهت نشون بدم. خب دوستان نحوه سیم کشیشو من بهتون گفتم. آداپتور رو زدیم به برق، سیماش هم که اتصال دادیم و فیش زردم زدیم به ویدیو. اینم تصویر خودمون. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.